من بینید که عموما نمیشود در اینجا تماما. نگینا اکرامова به کمک دیگران نمیتواند وارد بنا شود. با همین گونه راهروها دو نفره که برای من اگر کمک کند اما دو نفر هم نمیتواند کمک کرده، چون که به حد بلند است، به حد به همون گرادوس هایی که باید که مطابق باشد مطابقت نمیکند تماما. این نمونه راهرو برای عروبچه‌های معیوبی در یک بنای نو ساخته است. طوری می‌بینید برای معیوب مشکل زاست. در بناهای قدیمی دوشنبه برای رفت و آمد معلولان قریب راه وجود ندارد. معلولان میگویند برخی به خاطر از کمیسیون دولتی گذشتن راهروهای میسازند که به چهارچوبه معیارها نمی‌گنجد. سیر و گشت ما با نگینه در شهر دوشنبه معلوم کرد گشت و گذار یک نفر معلول با عروبچه در شهر نه تنها مشکل بلکه خطرناک هم هست. با نگینه خواستیم راههای زیر زمینی دوشنبه را بسنجیم. خواستیم نگینه از آن استفاده کرده چگونگی آن را برایمان نقل کند. راهرو به چرخهای عروبه نگینه موافق نآمد و هم نشیبی کرد. این مطابق نیست، این بسیار وسیع است. عروبچه من چرخش مایده تر هم بینید که چقدر بای نیست، آخر تماما بلند است. این من نمیتونم بگذار، من با راه ماشین میگذارم لیکن از اینجا نمیتونم. راههای ماشین گذر هم به خطر نیست. شد رحمت اینجاش میگذارد رحمت کلان. معیوبان میگویند هرچند نقلیات‌های نوی جمعیتی از شرایط برخوردارند، از معیار زیاد سوار کردن مسافران برای نشست و ایستادن آنها مشکل زاست. حالا مشکل تر از این نداشتن عروبچه‌های معیوبی دانسته می شود. شادمان رجبو 4 سال پیش در پی بیماری اول از پای روان بعداً از بینایی محروم شد. میگوید برای گرفتن عروبچه معیوبی حجت‌های زیادی لازم می شود که جمع کرد و ماه‌ها در نوبت ایستاد. نمیاد 3 سال 2.5 پیش در اون چرز حکومت وای کردم 3 ماه 4 ماه دادگاه رسوندم و گرفتیم اصلا و بخیر اون بیرون شد بدهی شد و با بایم نزدیک دموی شیف رمضان و نزدیکی از آنها اومد خیر کردی عروبچه دیگه. سازمان جهانی بهداشت میگوید تاجیکستان سالی به بیش از 11700 عروبه معیوبی احتیاج دارد. این تقاضا در حدود نه بیشتر از 800 عدد در سال اجرا می شود و خلاص. در تاجیکستان بیش از 1500 نفر به عنوان شخصی معیوب و امکانیتش محدود به سر میبرند و از این شمار آنها 30,000 نفر سوار عروبه های معیوبی بودند. میگویند که در نوبت رسمی عروبچه های معیوبی در ساختارهای بهداشتی تاجیکستان 3000 نفر ایستاده است. شادمان یتیم، زرانگیز نوروزشاه، خیرامان بقازاده، آزادی دوشنبه.